اخلاق قشنگ دارن. ایشون هر جا که هستن، توی خیابون، توی مهمونی برای اولین بار، توی مسافرت، در هر شرایطی سعی میکنن اگر احساس میکنن کاری میتونن انجام بدن که اون لحظه یک تأثیر مثبت داشته باشه رو انجام میدن. مثل همراهی کردن آدما، مثل حتی کمک کردن در یک پذیرایی، یک کوچیک، هر کاری که احساس کنن که حضورشون رو پررنگ و مؤثر میکنه و تأثیر مثبتی در جمع میذاره انجام میدن. اسم این کارشون هست تأثیر حضور. اصطلاح قشنگیه، کار قشنگتریه. روزتون خوش.